5 تا درسی که به دختر خودم حتما خواهم گفت. اول اینکه هیچ کس و هیچ چیزی رو اونقدر جدی نگیر که بخواد به سلامت روانت و وجود ارزشمندت آسیب بزنه. دوم اینکه خیلی وقتا میشه توی زندگیت احساس میکنی قصه داری و دلت گرفته، منتظر کسی نباش بیاد حالت رو خوب بکنه. اونی که باید حالتو خوب بکنه کسی نیست جز خودت. سوم اینکه اگر احساس کردی توی این مسیر یه جایی اشتباه رفتی، همون لحظه بلند شو و برگرد و اشتباهتو درست کن. چهارم اینکه برای رسیدن به آرزوهات از هیچ تلاشی دریغ نکن و خیلی صبر و حوصله داشته باش. و پنجم این که زندگی رسیدن به نقطه آیابی نیست، زندگی یه مسیره. برقص، بخند، تو تنهایی آهنگ بخون و از چیزای معمولی و کوچیک خیلی لذت